sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk, vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? بله هارون، هنوز شامل پیدا کردن نتونستین؟ ما جستجویش هستین. پیدا میکنین. کم صبر داشته باشین. در هر سراخی که پد شده باید پیداش کنین. فهمیدی؟ ترا ما همیشه اولاد خود فکر میکردم. تو مرا پدر میگفتی. بین ما روابط خونی نیست، اما بازم نسبت داریم. در گذشته پدر فرزند بودیم، اما اشتباهی را که ما کردم نمیخوایم تو هم مرتکب او اشتباه شوی. چی میخوایی بگویی؟ جمال میگم. بیا در جانم میگم. کسی که به خاطر ما زندگیش برباد و تباه شد، اوش کنی. نباید آزاده در زندان چیز شو. اگر نه خودت میفهمی. روز محکمم رسید. من هنوزم از دوران چیز حاصل کرده نتونستم. خانواده شامل در کجا پنهان کرده باشه هیچ نمیفهمم. فقط میفهمم که بچه شامل مریض است. بچه‌ش چی شده مادر؟ نمیفهمم. شنیدم که گفت تب داره، بسیار مریض است. من باید هرچی عاجل یک کار کنم، اما چی کنم؟ از اینجا فوراً باید بریم. حالا عجله کن. همگیتان جمع شوین.
کاکا شیموز؟ بله. افراد دوران به تعقیب ما هستند ملکه. هر لحظه امکان خطر وجود دارد. درست است. من همیاله با مادر پیش شما میم کاکا شیموز. ده جای پنهان شوین من میایم. کجا هستین نشانی تنها بگوین. ده جاده عمومی بیاین ما میایم تشویش نکنین. مادر؟ بله جان مادر. اگه افراد آقا دوران شما را ببینه حواس چی؟ مادر دیگه هرگز شما را نمیبخشه. ای بارها به هیچ وجه نه. خواهش میکنم نرین مادر. قند مادر به خاطر نجات آزاد باید برم. تشویش نکن تو را چیز نمیشه. درست است؟ مادر کاکا رستم نزدیک دروازه است چی میکنه؟ قندم یک راه پیدا میکنم خاطرت جمع باشه. آزاد بیگناست شما اشتباه میکنین او رو نبرین. اگه اشتباه کرده باشیم میفهمیم خاطرتان جمع باشه. لطفا او رو نبرین بردان ثابت میسازه. لطفا راهش کنین. خانم اجازه بتین کار ما را انجام بتین. آزاد سرت پایین کن. ملکه خانه برو. در این وقت شب تنها کجا میخوایی بریم ملکه؟ ما به خاطر اگه نشانی شامل بگویی من رفته اونا را میگیرم. اونا کجا هستن؟ در این نزدیکی هستن؟ ما نفهمیدم شما درباره چی گپ میزنین. هیچ نفهمیدم. بیبی ملکه دخترم حق داری که بالای ما باور نکنی اما این دفعه متفاوت است. من با بیگناهی آزاد باور دارم. برات وعده میتم که شامل به محکمه میارم. آزاد حتما رها میشه. پیش از اینکه ناوقت شوه نشانیشانه برم بگو. حالا شامل همراه شیموز دیرک داخل جنگل پنهان هستند. خدایا آقا آزاده از زندان رها کن. مادرم و آقا آزاد مثل سابق خوش باشیم و یک جا زندگی کنیم. آمین. خب خیرت است؟ کدام مشکل پیش آمده؟ اما چیز خوب است نه؟ بله خانصاب یک مشکل است. شامل بچه شامل مریضیش زیاد شده میره. مادرشان به خاطرش تشویش داره. یک بار او را چیزی نشه. تا روز محکمه باید صبر کنن.
بعداً به شفاخانه میبریمش. خان صاحب اگه حالی ببریم چی؟ میترسم که یک بار بچهش چیزی نشه. بیبی هارون، تا روز محکمه هیچ کس پای خود از اونجا بیرون نمیمانه. فهمیدی؟ خودتان کمی دوا برش ببرید. مادرش میفهمه چی کنه. مادر چی شده؟ یک گپ شنیدم. گپای آقا دوران و هارون شنیدم مادر. فهمیدم که خانواده شامل کجا هستن. اونا را در گدام پنهان کردن. گدام؟ کدام؟ نمیفهمم اما گدام گفتن. مطمئن هستی؟ اما تو شنیدی؟ بله مادر. حتی ایرام شنیدم که هارون گفت بچه شامل شفاخانه ببریم. باز برش گفت که تا روز محکمه از اونجا کس نبرایه. قسمت بیبی. دوران هر کاری کنه هرگز نخواد فهمید که ما در خانه او مخفی شدیم. شما بسیار متوجه باشین. فردا تا وقت محکمه از اینجا بیرون نرین اگر نه کدام گپ میشه. من شخصا خودم شما را میبرم. کم مونده. بالاخره آزاد رها میشم. خب خانمم، بچه‌م، از اونا کدام خبر دارین؟ اگه اونا را جور و سلامت نبینم ما به محکمه نمیرم. براتون گفته باشم. بله بگو ملکه. نشانی خانواده شامل پیدا کردیم. زهرا گپای دوران و هارون شنیده قدیم خان. دوران اونا را در یک گدام پنهان کرده. شرکت ما چندین گدام داره ملکه. در تمامش اموال ماست. بجز از یکیش فکر میکنم نشانیشان را پیدا کردم. درست است. پیدایشان کردیم. نوش جانت بچیم. فاطمه برای مام چای بنداز گرم باشه. دیگه فاطمه نگویی. خاله فاطمه بگو. چایتم خودت برس. صبح بخیر. نوش جانتان. صبح تو هم بخیر. بشی که برای چای بریزم دخترم. نه فاطمه خاله زحمت نکش. من خودم میریزم. خب اگه اجازت باشه بعد از صبح نخوردن بیرون میرم. کم کار دارم دوران. درست است. هر چیزی که میخوایی بگو بچه برات میارن. نه به چیزی ضرورت ندارم. با آرایشگاه میرم. خستم شدیم. کم تفریح برام میشه. دی خانه کم جنجال است که حالا میخوای آرایشگاه بره. درست است. آماده شما میرسانمت. زنده باشی. مردم قریه بیاین که کنسرت است. کنسرت امشب تورگای باشالی کنسرت آماده کرده براتان میخوانه. راشد کارا زحمت کشیده موفق شد. به خاطر شما زحمت کشیده. حالا بیاین. راشد کارا به خاطر شما زیاد زحمت کشیده.
ترکای با شایلی را آورده وطن داره. او بچه او خمه یا نه یا فریب کاری میکنی؟ رفیق تورگای سر خودم میشکنه اما وعده خلافی نمیکنه. سرم اعتماد داشته باش دیگه. بیاین که کنسرت است. راشد کارا به خاطر شما مردم تورگای باشالی را به کنسرت آماده ساخته. حالا بیاین انجلینا میایه، جولیا میایه، جکی جانم میایه، شاروخ خانم میایه، حالا بیاین تام کروز هم میایه. هر کسی که میایه بیایه. باور کنین اوباما متو از راشد کارا مشوره میگیره. قدر یک انسان مشهور است. بیاین دیگه. زود باشین بیاین. مادر من زیاد میترسم. اگه کس شما را ببینه باز یا که کس از رفتن به اونجا خبر شوه. زهرا جان ما هم زیاد میترسیم اما دیگه هیچ چاره نداریم. به خاطر آزاد باید این کار انجام بدم. به خاطر نجات او شاید آخرین فرصتم باشه. تو تشویش نکو. به خاطر من دعا کو. درست است؟ بریم. زود میایم دخترم. امروی و احمق چی کنیم پدر؟ کسی که آوین از پیش ما فرار داده، حال در پیش چشمای ما قدم میزنه، اما ما هیچ کاری کده نمیتونیم، فقط تماشا میکنیم. تو هیچ تشویش نکن، صبر داشته باش. جنازه آزاده داخل مندازه ما عذاب اینام ده بیرون. ای بار کار خودت و درستی انجام میتیم. بدستای خودور از بین میبرم. اگه از بین نبردم کت از این دستا خدا از بین میبرم. خدایا. هاوین؟ خواهر جان هیچ باور کده نمیتونم. تو ایره چه وقت آماده کردی جانم؟ راستش تو خودت خبر شدی، میخواستم متعجب بسازمت. در زندگی خود قسم متعجب نشده بودم. در دستایت برکت. بله خواهر جان. به خاطر که مرا خوش ساختی تشکر. استغفر الله. ما هیچ کار نکردیم، این وظیفه است. ملکه باز خود دیدی، همه چیز از این کدام بهتر میشه. وقتی تو یک قدم طرفم بانی، ما دویده طرف تو میایم. زندگی هر دوی ما بهتر خود شد. را برات ثابت میسازم. امروز چی کار داری؟ کارایت زیاد است؟ هیچ، مثل همیش کارای یک نوقت است. تمام روز در دکان می باشی؟ بله. درست است، من همینجا پایان میشم. ضرور نیست با رایشگاه بری ملکه. خودت بسیار مقبول هستی. بسیار تشکر.
فکر میکردم کسی نیست که به ما کمک کنه. بیاین کمک کنین. لاری در پایین است. بیاین دیگه. چی را شما سایل دارین؟ زود باشین، عجله کنین. درست است خان صاحب. مادر، پدرم کجاست؟ پیش ما نمیایه؟ میایه بچم، صبر داشته باش. حال پدرت بخیر میایه. تو کی هستی؟ من ملکه هستم، نترس. با بردن شما پیش شامل آمدیم. شامل کجاست؟ او را چی شده؟ او کاملا خوب است. قبل از آمدن افراد باید از اینجا بریم. عجله کنین. کار تمام است آزاد. تو را از بین میبرم آزاد. کی براتون گفته کی کار کنین دوران؟ دوام که جهنم برو آزاد احمق. با دوران بگو که مرا اقدر زود از بین بردن نمیتونه. لیلا خواهر، شما کجا میرین؟ در جهنم میرم زهرا. خانم لیلا، چند چیز کمبود داره، میشه اونا را بیاری تا من غذا را آماده کنم؟ مرا نوکر قصر فکر کردی؟ به ملکه بگو وقتی از آرایشگاه خلاص شد باز برات خریداری کنه. البته اگه در آرایشگاه باشه. توبه، کسی از تو وار زن خری نمیبینم. من خودم میرم. توبه. بله، از شامل کدام خبری اسارون؟ نه خیر خان صاحب، تا هنوز پیداش نکردیم. و دادگاه بسیار کم مانده. او را حتما پیدا کنین. گرچه تا خانمش پیش ما باشه جای رفتن هم میتونه، اما بازم باید پیداش کنین. درست است خان صاحب. خوب میشی بچم، یک دانم. تشویش نکنین، کم مانده. چند دقیقه بعد پیش شامل میرسیم. بچم هیچ خوب نیست، تاب داره. گفتم شفاخانه ببرینش، قبول نکردن. قربانت شوم، میشه یک بار ایره شفاخانه ببرین؟ فعلا رفتن شما به شفاخانه بسیار خطرناک است. ای درست گفتم نه؟ باش ببینم. البته که درست گفتی. فهمیدم میشه که زود به کتاب دوم میرسیم. راستی وقتی اینا را خلاص کردم دیگه برام درس میدی، همه نیست؟ البته. بگو ملکه، راست میگی؟ درست است، پس ما وسایل خدا گرفته پیشت میام.
نظیفه؟ بچم؟ معلوم است تو کجاستی شامل. چی بلایی که سر ما و بچهت نامد. خدا را شکر که خوب هستین. به تشویش شما بودم میگفتم بچه ما چیز نشه. نظیفه این بچه تب داره. من دکتر خواستم چند دقیقه بعد میرسه، تشویش نکنین. بگو دخترم. بله مادر. چند دقیقه پیش لیلا خواهر به عجله از خانه بیرون شد. به کسی هم نگفت که کجا میره. یک بار به تعقیب شما نیایه. به آرایشگاه آمده. کیره میخوایی فریبتی خانم؟ بگو لیلا. بله خان صاحب، راستش هیچ نمیفهمم چه قسم بگویم. اما با گپای ناق وقت ندارم، قطع میکنم. صبر کو، قطع نکن. در رابطه با ملکه است. گفتی ملکه؟ بله درباره ملکه است. من چند ساعت پیش به خریداری بیرون شدم. بعد از خریداری خواستم پیش ملکه دارشگاه رفته یک جای خانه بریم، اما ملکه اینجا نبود. به نظر شما کجا بوده میتونه؟ ملکه باز کو دروازه رو باز کو. باز دنبال چی هستی ملکه؟ ما را بسیار سرگردان ساختی. حالا شاید فهمیده باشی که از مرگ فرار کرده نمیتونی. مرا راحت بانین. پشت ما الا کمک گناهی ندارم. مرا آرام بان. پدرم دروغ میگه احمق. اگه گناه نداری پس چرا از ما فرار میکنی ها؟ چرا؟ آل دهن تباس کو جانم؟ درست است؟ آفرین آفرین بچه خوب. صحتش چطور است خانم دکتر؟ بچه‌م خوب میشه؟ البته که خوب میشه. بچه‌تان بسیار یک طفل قوی است، اما تو نیست. پدرم و نظام به خاطر پیدا کردن تو به زندان رفتن. این کار بسیار طول کشید. دگاهشم آورده جا بجا کنین. ما دیگه میرم. با شما روز خوش میخوایم. زنده باشین خان صاحب. اونا چی شدن بیادر؟ خانم طفل نیستن. فرار کردن.
آبی! شفا باشه خان سایبا. آزاد، من یک دوست سابق پدرت هستم. یکی از امانتهای پدرت پیشم است. چه قسم امانت؟ یک نامه از پدرت به شما. بعد از دادگاه حتما مرا بیبی. وطن دارای دوست داشتنی ما از برکت شما اینجاستم و شما از برکت من اینجاستین. با کمک یکی دیگه کارهای خوب انجام میتیم. اولتر از همه آرمانلی را با یک ولایت تبدیل میکنم. ایره براتان وعده میتم دلتان جمع باشه. پلیت موتر 84 ما به نام آرمانلی ها سب میکنه. اگه کاری شما باشه این کار حل میسازیم. چرا میگن میده بهیره سیاه مایی است؟ چیز خوب است اما خانمای ما خوش ندارن. بهیره را دور ساخته قریه را کلان میسازیم. ای باز چی پر گفته میره؟ ما اینجا به کنسرت آمدیم. کنسرت تورگای باشیال چی کجاست؟ البته راست میگی. زراعت هم توصیه میتیم. دولت گفت و تو تابعیت امریکا را داده تو را رئیس جمهور اونا میسازم. اونم خوش دارن که من رئیس جمهورشان شام اما نخیر. ما گفتم این کار نمیکنم. فقط به هموطنای آرمانلیایم خدمت میکنم و هرگز این کار نمیکنم. حتی جان خدا به خاطر هموطنای خود فدا میسازم. گفتم من رئیس جمهور نه بلکه رعیت میشم و به هموطنایم خدمت میکنم. زنده باد زنده باد زنده باد. حالا چی جواب بتیم بیادر؟ کجا رفته میتونن؟ 4 طرفه خوب دقیق سیل کو. من صبح فهمیده بودم که او زن دروغ میگه، اما به خاطر که شما عصبانی نشین چیزی نگفتم. کجاستی ملکه؟ کجاستی؟ پیش آزاد نرفته باشه خانسه. شاید خواسته قبل از دادگاه یک بار او را ببینه. بسته کدنتا مرا بیشتر عصبانی نساز. نمیخوایم دانه بینی تو بشکنانم. بیا ملکه خانم، ای بار میخوایی چی بهانه کنی؟ دوران؟ لیلا اینجا چی میکنین؟ چرا اینجا ایستاده هستین؟ اصل تو کجا بودی ملکه؟ ها؟ تو حالا کجا بودی؟ بریم شامل. حالا دیگه وقتش رسید. ما و تو به محکمه میریم. خانم طفلت پیش ما امانت است. برو وعده ای که با آزاد دادی عمل کن. رهایی آزاد به گپای تو وابستگی داره. برو به وعدت وفا کن. کجا میرین پدر؟ پدرت زندگی یک دوست خدا نجات میده بچه. او بیچاره یک آدم جسور است، کاملا مثل تو. محبتی را که پدر و مادرت برات داده نتونست او را ما برات میتیم. تو یک دختره بسیار خوب هستی. خداوند همیشه همراهت باشه. زنده باشین کاکا شیموز. جوابت نه؟ تا حالا کجا بودی؟ دستم افگار کرده. چی میکنی دوران؟ تو هم به ما جوابت کجا بودی؟
بعد از اینکه تو مرا با آرایشگاه رساندی داخل رفتن نوبت گرفتم. بعد از او با گرفتن توفا به تو رفتم. و ما گرفتی؟ بله به تو. توفه بزرگ نیست اما امیدوار هستم خوشت بیایه. خواهش میکنم وقتی تو بگیری حتما خوشم میآید. بسیار تشکر. با خوبی بپوشی. وقتی که مرا دیدین دستم ماش نکنین اما با پای استاد شوه. او لعنت به تو راشد، ما کنسرت میخوایم. درست است. اما میرم ببینم که یک بار هنرمنده آمده یا نه. 2 دقیقه وقت بده. بچه همه جانم، مردم دیوانه شدن. آوازخوان گفتم میرن چرا نامدن؟ تو میگفتی که تورگای باشی علی میآید چرا نامدن؟ از برای خدا چی جواب بتون؟ من را گم کردم. عصبانی نشو بچه ماما، هرچی برش زنگ میزنم جواب نمیده. حتما کدام کار مهمه برش پیش شده. اگر نه این کار نمیکرد. بچه همه چی کنه؟ مردم آوازخوان گفتم میرن. از کجا پیدا کنیم؟ از کجا؟ آوازخوان پیدا کردم. حقیقتا ببخش بچه ماما جان. داخل بیا. اگه خواسته باشی تو بشی. وقتی با عجله بیرون شدم فراموشم شده. یک بار زنگ بزنم؟ نه خیر پیداش کردم. حالا با دادگاه میریم. 1 دقیقه. بله چی گپ است؟ به خاطر چی زنگ زدی؟ خان صاحب، خانم و طفل شامل از گدام فرار کردن. تو چی میگی احمق؟ به گدام مال می آوردیم. وقتی آمدیم داخل نبودن. کسی از بیرون دروازه را باز کردن. لعنت به شیطان. آدمای بیکاره. چی شده؟ کدام مشکل است؟ نه خیر جانم، بیا که بریم که دیر نشه. مردم دوست داشتنیم، آرمان لیای بسیار عزیزم، خانم فاطمه، باید براتون بگویم که آوازخانه مشهور ما تورگای باشی علی با دلیل خستگی زیاد بعد از تهیه برنامه تلویزیونی با ما گزارش دادن که آمدن نمیتونن. از شما بسیار معذرت میخوایم، اما وقت مشاروال شده مورا به بسیار آسانی پیشتان میارم. شما اصلا تشویش نکنین. بازم با جای بسیار یک آوازخانه مشهور خدمتتان پیشکش میکنیم. به افتخارش تشویقش کنین. چک کنین. بله به افتخار آتیل عزیز بسیار خوش آمدی. صفا آوردی. نام خدا بسیار مقبول. آفرین. بله لذت میبریم. بسیار لذت خواد بردین. حالا همگیتان آماده باشین شروع میکنیم. 1 2 3. ای شوخ سر زلف تو رتاب کی داده، چشم اصل مست تو رتاب کی داده، در پشت خانه 2 باغچه انار است. هی باغبانت منم باغ تو را آب کی داده. بریم بچه اما بریم کلاس نخوریم. بریم ما رو میکشن بچه ما باید زود باش بیاییم. خدا راست اینا ما رو میکشن پست میکنن. قبل از اونا ما ترا میکشم. تو چی کردی؟ مرا ذلیل ساختی پیش مردم. بسیار کار خراب کردی. فاطمه اومده بود تو عاشقانه طرفم سیل داشتی میکردم. بچه ماما تو مردقه فاطمه گفته میری دیوانه ایم ساختی به خدا. یک عالم خانما را برات نشان دادم اما تو قبول نکردی. ده این فاطمه چی دیدی که نامش اردقه در زبانت است بچه ماما؟ کار دل از بچه همه. چی تو میکردم؟ کار دل از بچه همه. چی میکردم معلوم نیست که عاشقی کی میشی. تو از عالم عاشقی بیخبر هستی. دل از دیگه به اختیار خودمون نیست. هر چی خواستم اون میشه. دل دیوانه ما عاشقموس. چی کنم تا که زنده هستم عاشقش هستم. چرا طرفا مسئله دارین؟ فقط که نام من فاطمه است. کسی دیگر هم میگه به کار خود برسین. گفتم سر چشمایم جای داری.
تو اولین و آخرین هستی. جای تا هیچ کس دیگه گرفته نمیتونه. اما او کرمانی ها را نسبت به من ترجیح داد و گپ مرا رد کرد. چطور کنم؟ تو مشوره بده. من دل باخته چی کنم؟ من خوب میفهمم که امرای چی کنم راشد. یک تار موی در سرت نخواد ماندم. من گل خاردار گفتی ها؟ اما فاطمه ما یک خانم متفاوت است. با عفت است، پاک است، زیباست. تا که زنده است او را دوست می داشته باشم. ایلیفم بسیار زیاد دوست داره. مثل مادرش است. مثل مادرش دوستش داره. فاطمه یک خانم متفاوت است. ما از خود منصرف شدیم اما از فاطمه نمیشم. رستم، آزادت چی وقت میارن؟ برسن در آستان خانم زمرد. آزاد بچه ما بیگناه هستم. از شامل کدام خبری نیست؟ نه خیر خان صاحب. تو هم اینجا باش، متوجه چهار طرف باش. با چشم خان صاحب. هر ما در روز ملاقات پیش من خان صاحب اما تو نیست؟ تشویش نکن شامل. وقت بگویی که دوران ای کار سر تعمیل کده باز شاید جزایت کم شوه. یک چند سال بعد آزاد میشیم. حالا برو. چند دقیقه بعد محکمه شروع میشه. در ضمن هیچ کسی نباید بفهمه که ما تو را اینجا آوردیم. درست است خان صاحب. کوشش که کارام باشی. برو بخیر. راستی قدیم کجاست هدیه؟ قرار نیست که به محکمه بیایه؟ همینجا بود مادر. چند دقیقه بعد میآید. متهم آزاد کرمان. چی میکنی احمق؟ یک از جان خود سر شدی.
ها؟ چی گفته با اینجا آمدی؟ چی میکنی؟ ما را افشا میسازی؟ خانسای بلایم کو برات اوزار میکنم. از هر طرف زیر فشار هستم. این کار باید امروز ختم شود. گپ ما گوش که احمق. از اینجا گم شده برو. قبل از اینکه کسی ببینه آگانی از بین میبرمت. دوران هاوین هاوین تو اینجا چه میکنی؟ دوران یعنی تو او راننده که میخواست خانواده ما را بدنام کنه پیدا کرده به محکمه آوردی اما ترس بچیم. بله مادر کلان ما پیداش کردم. خدایا آزار بار شکر. یعنی که حالا دیگه آزاد از زندان رها میشه اما تو نیست بچیم. البته مادر کلان چند دقیقه بعد شامل به دادگاه حاضر میشه. تمام گناه های خدا قبول میکنه. بگه آزاد بگناه است و من گناهکار هستم و ما هم از خانوادهش مواظبت میکنیم. اما تو نیست شامل؟ متهم آزاد کرمان در دادگاه کشور عراق به جرم قاچاق مواد مخدر متهم شده و از اونجا فرار کردی. ما هیچ گناه ندارم. مرا در دام انداختن. تا اجازه ندادیم گپ نمیزنی. خان صاحب یک شاهد داریم که ثابت میسازه موکل ما هیچ ربطه به این قاچاق مواد مخدر نداره. او کاملا بیگناه است. میخوایم راننده ای را که او شب موکل ما همراهی میکرد شامل حق وردی را اینجا بخوایم. شامل داخل بخواین. از ما چی میخوایی؟ هاوین کجاست؟ نمیفهمم. او خو همینجا بود. هیچ بر دل نمیسوزانم و ماشره کش میکنم. مرا همیال پیش هاوین ببر. حرکت کو. شامل حق وردی شما امرای آزاد کرمان یک جانقش قاچاق مواد مخدر را به عراق طرح کردین. نه خیر سارنوال صاحب. قبل از انتقال امرای آزاد کرمان کدام شناخت یا قرابت با هم داشتین یا نه؟ نه خیر سارنوال صاحب. ای که او شب چی شده بر موازه قصه کو. او شب ما
چرا چوب شدی بچه؟ کسی تو را تهدید میکنه جواب بده. از کسی نترس. ما او کار انجام دادم. تمام مواد مخدره که در عراق دستگیر شد ما در لوری جا بجا کرده بودم و هم به تنهایی. از چهرت فهمیده میشه که 20 کیلو مواد مخدره به تنهایی نمیتونی داخل مرز عراق ببری. چرا که قدر کار ساده نیست. حقیقت بگو. از کسی نترس. جواب بده. از کی دستور گرفتی؟ کی به تو کمک کرد؟ کی برات گفت که دلاری مواد مخدر بان؟ از کی امر گرفتی؟ شریک جرمت کی است؟ شریک جرمه. بله بگو. کسی تو را به خاطر انجام ای کارت تهدید یا مجبور ساخته؟ اگه ای قسم است پس بر ما بگو تا بتانیم به این شکل جزای تو را کم بسازه. ما حالا جوابت شامل. او به 3 مواد مخدره کی برات داد؟ نامش بگو. نترس. آزاد کرمان تا برات اجازه داده نشده گپ نزن. شامل حق ویردی. کی برات دستور داد؟ دستور من از کسی دستور نگرفتم. خودم این کار انجام دادم. ای دروغ میگه. اتو نکو شامل. حقیقت تا بگو. ببین اون نفر فقط تو میشناسی. متوجه باش. از هیچ کسی نترس. آزاد کرمان یک بار گفتم بدون اجازه گپ نزن. حال تاریخ جلسه را به تعویق مندازه. هاوین کجاست دکتر؟ زود باش بگو. او را کجا پنهان کردی؟ تو یکی از کسایی که پشت هاوینه گرفته بودینی؟ شما در جستجوی او بودین؟ بله ما بودیم. بیبی تو یک بار جان من نجات دادی. نمیخوایم به تو ضرر برسانم. حال بگو دیگه. هاوین کجاست؟ من نفهمیده به قاتل هاوین کمک کردم. خواهرت برات زنگ زده بود نه؟ نخی یکی از دوستایم بود. تو او وقت میفهمیدی که هاوین پیشم است اما تو نیست. خدایا تو به من کمک کن.
لطفا میشه به من کمک کنین بعد به کسی زنگ بزنم؟ البته بفرمایید. میبخشین شما شماره تلفن شفاخانه بزرگ شهر بلد هستین؟ بله. تشکر. بله دکتر زینب در شفاخانه هستن؟ میشه عاجل صدایش کنین براشان بگوین که بسیار مهم است. بیرون رفتن؟ نوشته کو دخترم. با اساس اظهارات شامل حق ویردی به محکمه متهم آزاد کرمان براحت داده میشه. خدایا 1000 بار شکر که بچه‌م نجات یافت. شامل حق ویردی را به جرم قاچاق مواد مخدر نظر به دلایل مواجه و احکام قانون به حبس مدت 10 سال محکوم میشه. متهمه ببرید. تو چی کردی شامل؟ وقتی دیدی که من از خانه بیرون شدم بازو وقت رفته بالا یک دختر معصوم معامله کردی نشرمیدی؟ بسته کدانه تا هاوین کجاست؟ نمیفهمم. با تو زنگ نزده ها؟ نگفته که کجا پنهان شده؟ برام نگفت. راست میگم نمیفهمم که کجا رفته. به ما دروغ نگو. برای چرا دروغ بگویم؟ این کابوس خلاص شد مادر. جمال بس پیشم گرفت. حداقل امانت او را برم ببخشه. به خداوند زیاد دعا کردم. بالاخره دعای ما قبول کرد. خدا را شکر زمرد. دوران بسیار با مشکلات دا آخرین لحظات او راننده را با خدا آورد. راست میگین؟ دوران او را پیدا کرده آورد؟ بله عروس. اول هیچ حاضر نبود گپ بزنه، اما دوران او را قانی ساخت، گناهش بخشید. نام آزاد و خانواده ما را پاک ساخت. زنده باشه عروس. زنده باشی دوران. خداوند برات درد نشان نده. آمین خانم کار. بر اندازه اگه اشتباه کنه بازم آزاد اولادی خانواده است. بزن اجازه دادن میتونم نام کرمان یا با این قسم اتهام لکه‌دار شد. مادر؟ بیشی دخترم. مادر جان آقا آزاد رها شد نی؟ رها شد. یعنی ضرور نیست که پنهان باشه اما تو نیست؟ نه خیر دخترم. پس آقا آزاد همراه ما زندگی میکنه دوباره به قصر میایه؟ راست میگم؟ نمیفهمم دخترم، نمیفهمم.
آزاد آمد. آقا آزاد. آقا آزاد. طرف ما بیبی دکتر، ارزشش داره که به خاطر یک بیگانه از جان خود بگذری؟ فکرت به سرت بگی و برم بگو. فکرم ده سرم از آقا. به نظر من او تا حالا بسیار دور رفته باشه. خواستی کور از بین ببری او حتما از پیشت فرار کرده. کجا رفته میتونه؟ به یک جایی که شما پیداش کرده نمیتونی. در یک جایی بسیار دور اما نمیفهمم. هر جایی که رفته پیداش میکنم. برش نشار میتونم که بازی با ناموز چی مانا میتونه؟ اشتباه میکنی. هاوین دهی دنیا پاکترین و معصوم ترین دختر است. حتی در مقابل شما به خوبی استادگی کرد. از ایتون خواهش میکنم اون راحت بانه. اجازه بدین که یک جای دور برم تا بتون از اول به خود یک زندگی جدید شروع کنه و بعد از این خوش باشه. چرا نمیفهمین؟ آقا آزاد، میفهمیدم که رها میشد به خاطر که همیش دعا میکردم. پس دعایت قبول شده. بچه‌م نور چشمم. جان مادر، اگه تو زندانی میشدی من چی میکردم؟ تحمل دوریت نمیداشتم. امشب به دلیل براعت گرفتن آزاد ما در قصر یک مهمانی شاندار میگیریم. به یاری خداوند این مصیبت پشت سر گذاشتاندیم. قربانی میکنیم. با تقسیم گوشت قربانی به فقرا ثوابم کنیم و هم خود ما نصیب شویم. بسیار وقت است که به خوشی در قصر دور هم غذا نخوردیم. شما حق به جانب هستین مادر. نه خیر مادر. مهمانی چی؟ مهمانی هیچ لازم نیست. یعنی چی که لازم نیست؟ حق نداریم به اولادای خود و نواسای خود به خوشی دور یک میز شیشته یک وقت غذا بخورم؟ آزاد بریم آزاد جان. با رفتن تو قصر ما مجلل میشه. بدی ها را فراموش میکنه. ما فراموش نمیکنم مادر. کسی که این کار کرده فراموش نمیکنه. بره ملکه. زهر آرام بگی که بره. فهمیده شد. تو نمیخوای گپ بزنی. برم یک جا میپالمش. برم. در کجا جستجو کنیم؟ من نمیفهمم کاوین کجا رفته. پیداش میکنیم دکتر. حال حرکت کن. من خود گفتم که نمیفهمم هاوین کجا رفته. به ما گپای ناق نزن دکتر. هرچی که بگم باید قبول کنی. خوب است زینب خواهر؟ خوب استم. چی شد؟ چرا نرفتی؟ چرا دوباره اینجا آمدی؟ زینب خواهر چطور میرفتم؟ به خاطر مدد چی حالت افتیدی؟ تو را زیاد پریشان ساختم. مرا ببخش.
دیوان صفت مادرت آیم بگدایی، من دل به تو دادم و تو دانی و خدایی، با سرو قدر. یک دقیقه خودشو باش، یک دقیقه. او قدر گلو پاره کردی، او قدر چیخ زدی، او قدر صدا کردی، پس نبود؟ بچه ماما، به شمول تو در قریه هیچ کس قدر مرا نمیفهمه. نه قدر هنر میفهمن و نه قدر هنرمنده. مردم منو زیاد لیازت کردن. خوش باش که سر ستیج بالا شده تو را لط نکردن. چرا نمیخوایی که طرف یک چیز بندیده مثبت ببینی؟ اگه عالیام نباشه بازم موفق شدیم در قریه یک شور هماهنگی ایجاد کنیم. شورت گفته بودم، اعتماد خود از دست دادم. حالا هیچ کس با مرایی نخواد داد. دیگه خب هر صورت فاطمه همه چیز از پیش میکروفون شنید، همه چیز شنیده. ناکام بودم، ناکامتر شدم. همش از دست دادم، هم انتخاباته. بله، موضوع میکروفون زیاد خوب نشد. حق با تو است بچه. حق با ما است. هیچ خوب نشد. فاطمه مرا هیچ وقت نمیبخشه. هیچ وقت. من به قاط کردن پیرانا ادامه میتم. آزاد بسیار اصرار کرد که نمیایم. او تمام خوشیای ما را از بین برد. در این قسم یک روز خوشیم جدایی میزیبه؟ یک بار برش زنگ بزن زمرد، شاید بیایه. ناق زحمت نکش. دلیل نامدن آزاد واضح است. چرا نامده؟ کدام دلیل واضح است؟ هدیه بس از دیگه. عصبانی نشین مادر، دروغ میگم. دوران به خاطر رهایی آزاد شب و روز زیاد تلاش کرد. او شامل نامه کی به دادگاه حاضر ساخت مادر؟ دوران. اگه دوران بچیم نمی بود، باز بچی تو حاله در زندان می بود زمرد. دوران برش کمک کرد، اما آزاد خان هنوزم به فکر ملکه است. کاش که آقا آزاد اینجا می بود. او وقت کسی نمیتونست ما را اذیت کنه. از ما حفاظت میکرد، در کنار ما می بود. چشماید روشن خانم ملکه. معشوقیت قفسه شکستانده بیرون شد. حال تمام شهر در اختیارتان از هر وقت ملاقات کردن میتونین. نه ترس دختر، با دوران چیز نمیگم. او قدرم سنگدل نیستم. وضعیت عاشقانه درک میکنم. به خاطر که مام در وقتش عاشق بودم. لیلا، تو خوب هستی؟ زهرا یک گلاس آب بیار. بیا اینجا بشین. سرم کمی چرخ خورد. بگی بانوش. تو خوب هستی؟ ما این کارا را تحمل نمیتونم بیادر. شامل جرمه به تنهایی قبول کرد. دورانا مثل قهرمان ها زندگی میکنه. چرا رفت همراه خانوادت گپ نمیزنی؟ درباره بازی های دوران و قصد از بین بردن تو و تهدید کردن شامل. برو دانه دانه بگو. اگه ای کار را به خاطر خود انجام نمیدی، به خاطر ملکه انجام بده. به خاطر ملکه؟ بله به خاطر ملکه. ملکه به خاطر بیرون کردن تو از زندان زیاد تلاش کرد. از زندگی خود گذشت مقابل دوران استاد شد و همچنان شامل او راضی ساخت که به دادگاه بره. برو همراه خانوادت گپ بزن. در ضمن کاکایت قدیم هم همراهت است. برو همراهشان گپ بزن. میدان به دوران واگذار نکن. ما یک کار میکنم. آزاد آله به فکر ملکه نیست. این موضوع را وقت بسته کرده بود.
آزاد در جستجوی کسی است که با او دام مانده بود. تو هر قدر که میخوایی گفته برو زمان. باسا سادیه، این موضوع را باسا کنین. اگه آزاد نخواست که بیایه حتما کدام دلیل داره. اشتهای خوش. دوران خوش آمدی بچه. بیا اینجا بشی. به خاطر نجات آزاد زیاد تلاش کردی. اگه تو نباشی خدا میفهمه کرمانی ها را کیه داره خود کرد. خوش آمدی دوران، خوش آمدی. تهدا به خانه ما، خانواده کرمانی ها. از برکت تو آزاد و خانوادیم سربلند شد بچی. تشویش نکنین مادر کلان. پیش هر کس که مهر باشه سلیمان همو است. تا وقتی که من خانواده هستم هیچ وقت کرمانی ها شرمنده نمیشه. وعده میتونم. شیموس کاکای مام جواب نمیده. این قصه منتظر بوده نمیتونیم. زینب خواهر چی خواد کردیم؟ اگه ای به هوش بیایه چی؟ ما باید به پلیس زنگ بزنیم. تو ده حق ما چی کردی؟ مرا آزاد بسازین. آزاد بسازین. صبر کو حرکت نکو. کوکای گردنت. مرا آزاد بسازین. اعلام کنین. از بین میبرمت. اردویتان از بین میبرم. باز خواد دیدین. مرا آزاد کنین. حرکت نکو. کوکایت بسیار نازک هستن. زخمت دوباره باز میشه. حتما آزاد نمی اما کاش که می آمد. جدایی هیچ به کرمانی ها نمی زیبه. باید یک جای باشیم. تمام انگشت‌ها یک برابر نمی باشن نوجین مادر. دوران هر کاری را به خاطر نجات آزاد انجام داد، اما بازم آزاد قدری را نفهمید. دوباره ما را نادیده گرفت مادر. کاش که او هم می بود. ضرور نیست منتظر باشه. اگه آمده نمی بود حال وقت می آمد. نوش جانتان. زیاد مطمئن نباش دوران. آزاد بچه بالاخره آمدی. وقتی کلگه منتظرم بودن نباید خلقشان هم اشکستم. بناه کوشش میکنی بس از دیگه تکا نخو. آرام باش. وقتی چانس داشتی مرا از بین میبردی دکتر. این کار برگشت نداره. هاوین از بین میره. این تصمیم نهایی است. این از بین میره. زینب خواهر تو چه قسم یک آدم هستی ها؟ در این حالت هم از کشتن گپ میزنی. تو هیچ وجدان نداری. حسابی کارایتان چه قسم خواه دادین بگوین. درست است. گپ نزن. زیاد گپ نزن. هاوین ما را پیش همگی ذلیل ساخت. ایران نجات نداره.
ایر از بین میبریم. با دوستای خود برش قبر میکنم. خدا را شکر که گپ ما قبول کرده آمدی آزاد. حال خانواده ما تکمیل شد. وقتی یک جا شدن است. با از دست دادن هیچ وقت نداریم. خفگی ها و دشمنی ها را باید کنار بانیم. آزاد، بعد از امروز تو هم کارا را رهبری میکنی، فهمیدی؟ مادر کلان، این کار امکان نداره. چرا امکان نداره آزاد؟ کسی که خانواده ما را با مواد مخدر پیوند داد و کوشش که ما را از بین ببره، یعنی کسی که تمام خانواده ما را فریب داد، با این انسان پست ما یک جا کار نمیکنم. گفتم که هاوین بیگناست. پدرت بالای تهمت میکنه. به خاطر پنهان کردن اشتباهی خود یک دختر معصوم از بین میبره. دروغ است. ای بالای پدرم تهمت بسته کده. هاوین نه هاوین راست میگه. کم بود که به خاطر غرور بیجای شما مرد ای دخترک از بین بره. شما چه قسم آدم هستین ها؟ به اندازه یک ذرم در قلب خود رحم ندارین. چرا؟ مادر و بچه هر دویشان قدر نشناس هستن. دوران تو را از سالها در زندان خوابیدن نجات داد. همین قسم ازش تشکر میکنی؟ آزاد، تو چی میگی؟ چی جریان داره؟ مواد مخدر دوران دلاری جاسازی کرده بود. دکتر، ماما فلسفه نگو. پدرم و نظام به خاطر هاوین زندانی هستن. تو چرا قسم گپ میزنی ها؟ چون تو میتونی قدر کور باشی. شما هاوینه با کسی کمتونه پدر کلانش است نکاح کرده در تمام عمر زندانی ساختین. چرا این کار کردی؟ بس کو دیگه، بس کو گپ نزن. هاوین خواهر جان، خواهر جان او کار ده با ما بده. هاوین او کار ده با ما بده. هاوین هوش کنی که کدام اشتباه نکنی. او کار ده با ما بده. هاوین هاوین صبر کن چه میکنی؟ صبر کن هاوین.
بگی نره از بین ببر. میخوایم خلاص شوم. بعد از او برو از سمیرا مادرم بپرس که چه قسم قاتل من شدی و چه قسم یک بیگناه را از بین بردی. باز او همه چیز برات میگه. بگی من از بین ببر. چی سایل داری؟ موتره که طرف عراق میرفت مواد مخدر را جاسازی کرده بود. گزارش خبر مواد مخدرم دوران به پلیس داده بود. تو چی گفته میری آزاد؟ دوران چرا این قسم یک کار کنه؟ دیگه تومت کدن بس کو. شامل دوران گرفته به محکمه حاضر ساخت. شامل هم قبول کرد که کار او است. تو دیگه چی میخوایی آزاد؟ درست است که شامل اقرار کرد، اما دوران او را تهدید کرده بود و هم تمام گناه شب به دوش گرفت. این بازی نامردانه را در حق ما و خانواده‌ام دوران انجام داده. آزاد چی گفته میره دوران؟ این حقیقت داره؟ عقلش در سرش نیست. هیچ نمیفهمه چی میگه. مادر چطور میتونین به این دروغا باور کنین؟ معلوم میشه که آزاد تحمل عروسی ملکه را با دوران نداره. به خاطر از بین بردن آرامش ما هر کاری میکنه. ما این موضوعات قبلا فراموش کردیم، اما امرای کسی که خواست مرا از بین ببرد در یک میز نمیشینم. در ضمن کاکایم شاهد است و از کل چیز خبر داره. چی جریان داره قدیم؟ در این قصر چی جریان داره؟ چرا من از این چیز خبر ندارم؟ ما اگر کاکای مرا نجات نمیداد عالم از زنده نبود و مادر کلان. چطور این کار انجام دادی دوران؟ گپ بزن قدیم. چی را میفهمی؟ بگو. حقیقت برم بگو. بگی من از بین ببر تا خوش شوی. بگی کار ختم کن. زود باش. هرچی میفهمی بگو. آزاد چی میگه؟ بگوین کاکا، بگوین که چه قسم در او خانه برم دام مانده بود. ما ما از این گپ خبر ندارم. آزاد تو میخوایی چی را ثابت بسازی؟ هدفت از این کار چی است؟ میخواه دوران ما پریشان بسازه. خوب نمایش برپا کردی. همه گیره در قصر با هم به جنگ انداختی. حال خوش هستی؟ بریم زهرا. بشه ملکه، اگه قرار باشه کس از اینجا برای تو نیستی
تو عروسی قصر و خانم ما هستی.